ما چقدر یکدیگر رو گفتیم، تنقید کردیم، تحلیل کردیم، چقدر حرفای تون نسبت یکدیگر گفتیم. اما این صحبت‌های برادران نبود. ما انتقادا رو نسبت یکدیگر کردیم، گفتیم و در آینده هم شاید از این سخت‌تر و کمتر خواهیم کرد. اما این فرق میکند از کسانی که در صحنه، در منبر دیده و دانسته وقتی میدانند که همین حرف یک ضربه شدید به مبارزه میشود و یک هدیه، یک کمک به طرف مقابل. با وجود همین میان در محفل ها، در جلسه ها، در شبکه و رسانه ها یک موضع گیری های بسیار هم غیر منطقی میکنند. این فرق میکند از برادران و خواهرانی که در جلسه های داخلی خیلی برادروار، شفاف در روی ما انتقاد میکنن، ما هم انتقاد میکنیم، حرف دلشون رو میگن، ما حرف دلمون رو میگیم، اما این در داخل خودمون میمونه. اینا برادر هستن، خواهر هستن، همین طور باید باشد.